یعنی ماهی رمضان ماهی جمع خوبی ها. در این ماه الله بزرگوار درهای دوزخ محکم. یکی روزدار خوابش نمازی نفل نوشته می شود. نفس انسان روزدار ذکر نوشته می شود. ریان داخل جنت انسانهای روزدار می شود. الله بزرگوار امر می کرده است که از در ریان ای انسانهای روزدار داخل جنت حالی است. یعنی انسان از روزه گرفتگیش تو خوشحالی را از خود میکنه. خطاب میکرده است میگه ای انسان روزدار این لحظه دیدارم برای تو نصیب باد. تماشا انسانهای روزدار یعنی دست میبرداشتن میگه ای پروردگار ما اینجا این ماه به چنان بزرگی است که برادران بزرگواری من پیغمبر بزرگوار میفرمایند که شخصیت روزدار خوابش نمازی نفل نوشته می شود. نفس انسان روزدار ذکر نوشته می شود. این ماه به چنان بزرگی هست که بوی دهن روزدار در نزد الله رب العالمین از بوی مشک دیده خوشبوتر است. این ماه چنین ماهی بزرگ است. الله بزرگوار در این ماه بنده هاش یعنی عذاب نمیکنه، قهر و غضبش به بالای بنده هاش نمیاره. الله بزرگوار با چنان وعده بزرگی کرده است برای انسانهای روزدار که یعنی جنت براشون وعده کرده است. برای انسانهای روزدار حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند ان فی الجنة بابا یقال له الریان. در جنت یک دروازه هست، یک در هست، یک درآمدگاه هست که نام او ریان است. یدخلون منه الصائمون. از او در ریان در روز قیامت انسانهای روزدار داخل جنت می شوند. کی می شود؟ انسانهای روزدار. پیغمبر بزرگوار گفتند در روز قیامت از اون در ریان داخل جنت انسانهای روزدار می شوند. کلمه رمضان که ما و شما رمضان میگوییم دوستای خدا میفرمایند که عباره از 5 حرف است. یعنی رمضان حرف ر، حرف میم، حرف زاد، حرف الف و حرف نون است. قبول کن، پیشواز بگیر که ماهش آمد. یعنی ماهی رمضان ماهی جمع خوبی ها، جمع رحمت ها، برکت ها، فضیلت ها، عزت ها، حرمت ها، عبادت ها، ذکر ها، تلاوت ها، جمع خوبی ها در این ماه رمضان قرار گرفته است. پیغمبر بزرگوار برای من و شما خطاب میکرد قبول کن. امروز ما احساس چی داریم؟ احساس کمبودی داره، برکت در حیاتمون نمانده است. مردم شکایت میکنن که در بازارها سودا نیست. مردم شکایت میکنن که در کارخانه ها مزد و آیلوک ما را نمیتین. اصلاحش در اینجا هست برادر بزرگوار من. پیغمبر ما را خطاب داره قبول کن، ماهش آمد. یعنی به خدا رو بیار، رزق دهنده تو الله است. قبول کن که ماه خوبی ها آمد. و ای انسانی که در راه گناه هستی، در غفلت هستی، در معصیت هستی، در نافرمانبرداری پروردگار هستی، اون راه تا کوتاه کن، اون راه تا دوام نده که این ماه تو نیست. اون راهی که رفته ساده آخرش دوزخ است. وقتی می روی در این ماه الله بزرگوار درهای دوزخ محکم کرده است. به مقصد رسیده نمی توانی، در دوزخ و جهنم داخل شده نمی توانی، چون که در این ماه درهاش محکم هستند. وقتی قیامت سر می شده است، وقتی تمام مردم در صحرای محشر جمع می زدند، نماینده های الله رب العالمین، ملائکه های الهی در صحرای قیامت فریاد میکردن، ندا میکردن، میگفتن این الصائمون، در کجا هستند روزدارها؟ یعنی انسان هایی که امروز در دنیا روزه گرفتن، از لحظه های رمضان استفاده بردن، و سوی اینها گفته میشده در کجا هستند روزدارها؟ اون لحظه انسان های روزدار یعنی دست میبرداشتن، میگفتن ای پروردگار ما اینجا هستیم، در این رنج عذابی قیامت مبتلا گردیدگی هستیم. الله بزرگوار امر میکرده است که از این در ریان داخل جنت شوید. الله بزرگوار امر میکرده است که از در ریان ای انسانهای روزدار داخل جنت شوید. وقتی آخرین روزدار از در ریان داخل جنت میشده است، اون در را محکم میکردن.
غیر از روزدارها یگان نفر دیگر از اون در داخل جنت شده نمیتوانست. یعنی این در خاص برای که هست؟ برای انسانهای روزدار است. بعضی انسانهای نیرنگ باز، حیله‌گر، اون روز میخواستن که خود را بجا کرده، پنهان کرده همراهی روزدارها داخل جنت شوند، اما پروردگار به چنان ملائکه های تیزبین داره که اینها را جدا کرده بیرون میکرده است. میگفتن امروز حیله تو به کار نمیره، نیرنگ در دنیا به کار می آمد، امروز روز حیله‌گری نیست، نیرنگ کردن نیست. یعنی بنده های روزدار، بنده های روزه گیرنده، بنده هایی که از رمضان استفاده میبرند، الله بزرگوار او بنده هاش در دنیا از قهر و غضب و عذابش در آخرت از جهنم و دوزخش نجات میدهد، خلاص میگرداند. یعنی برادران بزرگوار من، این ماه چنین فضیلت ها و بزرگی ها در خود دارد. و پیغمبر بزرگوار یک بشارت زیبای دیگر برای من و شما دادند، برای انسان های روزدار. گفتند این للصائم فرحتان، گفتند برای انسان روزدار دو خرسندی هست، دو خوشحالی هست. یعنی انسان از روزه گرفتگیش دو خوشحالی را از خود میکند. فرحتون عند الافطار، یکمین خوشحالیش وقتی افطار کردنش است. در اصل ما احساس میکنیم وقتی شام نزدیک میشود انسان میبینی که لحظه به لحظه ساعت نگاه میکنه که کدام وقت، کدام لحظه، یعنی وقتی افطار میرسه. اما وقتی افطار وقتی رسید چقدر خوشحال و خرسند میشود و یک خیرمایه یا اینکه یک قطره آب یا اینکه یک قطره شیر میگیره برای افطار کردنش. یک جمله زیبا میگوید اللهم لك صمت و بك آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگارا من برای تو روزه گرفتم، اللهم لك صمت، روزم برای تو بود، تو امرم کرده، و بك آمنت، من به تو باور دارم، ایمان دارم، گفته تو را قبول دارم، و توکل ما به تو سپاریده بودم و این لحظه به این رزق دادگی تو من افطار میکنم. ای پروردگار، چقدر انسان خوشحال و خرسند افطار میکنه. اما دویم خرسندی انسان عند لقاء ربی، وقتی دیدار الله رب العالمین است. در جنت، اهل جنت وقتی پروردگار میخواست است که تجلا کنه، یعنی جلال و جمال به مثل مانندش برای اهل جنت نشان دهه، اون لحظه خطاب میکرده، میگه ای انسان روزدار، این لحظه دیدارم برای تو نصیب باد، تماشا کن. یعنی در برابر روزه گرفتگیت من دیدارم برای تو نصیب میگردم. این دویم بشارت برای که است؟ برای انسان روزه. و وقتی افطار کردن وقتی اجابت دعا هست. برادران بزرگوار من، پیغمبر بزرگوار گفتن که وقتی افطار، یعنی وقتی پیش از این که افطار میکنی دست برداشتی، هر مشکلی داری، هر حاجت داری، هر درد داری، هر چیزی تو را ناراحت کرده است، دست ببردار، اون لحظه وقت لحظه اجابت دعا هست. جناب پیغمبر گفتن وقتی افطار کردن وقتی است که این لحظه به یگان شک و شبهه پروردگار الله بزرگوار یعنی دعای انسانی روزه داره قبول میکنه. و در یک روایت پیغمبر بزرگوار فرمودند که انسان روزدار وقتی در روز قیامت ثواب روزه را از خود میکرده است و الله بزرگوار امر میکرده که این شخصیت روزدار را برده داخل جنت کنه و سوی ملائکه امر میشده. این انسان روزدار وقتی ثواب از خود کرد، از صحرای محشر جدا شده، وقتی به سوی جنت میرفته است. ما و شما وقتی به سوی جنت میرویم ابتدا بر روی پل صراط میگذریم. پل صراط یک راه باریکی است که در بالای دوزخ کشیده شده. وقتی انسان روزدار یعنی به بالای پل صراط گذر میکرده است، از درون دوزخ صدا بلند میشده، یعنی صدا میبرآمده، دوزخ فریاد میکرده، دوزخ میگفته که ای انسانی که ثواب روزه را از خود کرده ای، گرفته ای، زودتر از بالای من گذر، تیزتر از بالای من گذر که روشنی و نور ثواب تو آتش من نابود میگرداند. ای انسان روزدار، زودتر از بالام گذر کن که نور ثواب تو آتش من نابود میگرداند. یعنی برادران بزرگوار من، این ماه شریف، یعنی این ماه پرفیض و برکت، چنین فضیلت ها و ثواب های زیاد داره.